بعضی رابطه ها رو باید بوسید و کنار گذاشت. همونایی که کم کم یواشکی ها میاد تو حریمشون. زنگای یواشکی، پیامک‌های یواشکی، عکسای یواشکی و یه دفعه به خودت میای میبینی درست وسط یه رابطه 3 نفره سر یه دوراهی قرار گرفتی که بمونی یا بری. میدونی من اصلا اعتقادی به اصلاح شدن ندارم. آدمی که یه بار پای رابطش نمون صلاحیت عشقو نداره. باید تنهاش بذاری بره با معشوقهای رنگارنگش بچره. من اصلا اعتقادی به موندن و سوختن و ساختن ندارم. من اینجور رابطه ها رو میبوسم و خیلی راحت میذارم کنار. دوست داشتناتون رو به مرحله اثبات برسونید. نگید خب بالاخره خودش میفهمه. اتفاقا نمیفهمه. آقا شما به عنوان یک فرد فهیم به اون ثابت کن. اگه برات مهمه بهش بگو. حرفای گفتنی و مهم رو بهش بگو. حرفایی که لازمه بدونه رو بهش بگو. حرفایی که فکر میکنی میتونه رابطه رو محکم نگه داره. حرفایی که میتونه تکیهگاه تو محکمتر نگه داره. حرفایی که میتونه دلش رو قرص و محکم کنه رو بهش بگو. تو دلت نگه ندار. نگو بذار خودش بفهمه، بالاخره که یه روز میفهمه. نه، نگه ندار. بگو. گفتنی ها رو باید گفت. باور کن بعضی گفتنی ها مرده زنده میکنه. آب روی آتیش لامصبا. بگید خب چرا خفه خون میگیرید؟ 1000 حرفو میزنید به جز اون چیزی که باید بزنید. یه وقتایی شنیدن اون حرفا برای طرف مقابل مثل یک شوکیه که روی بدن یه بیمار انجام میدن. از اون شوکایی که دکتر بعدش میگه که یهو مریضتون به هوش اومد. گرفتی که چی میگم؟ پس توی دلتون نگه ندارین. بگین. حرفای گفتنی رو بگین. اگه براتون مهمه بهش بگین.